غمی جان خوردم ای غفلت آهنگ، مزن در شیشه ایمان خود سنگ. ایمان تو به منزله شیشه است، با سنگ او را نشکن میگوید. این ایمان محافظت کن و سوی پروردگارت از آسانی خاتمت دعا کن که خداوند خاتمه کاریت را بخیر کند. حضرت میگوید در اون حالت نفس در غرغره هست، حالی تو را خودت میدانی و پروردگار دیگر هیچ کس مشاهده کرده نمیتواند. حضرت ابراهیم پرسیدند کیف وجدت الموت؟ ابراهیم خلیل بود. الله تمام مهربانیش نسبت پیغمبرهاش در گرفتن جان استفاده بردگی است. حضرت ابراهیم گفتند چگونه مرگ یافتی؟ گفت مثل که یک آهن را تسبان میکنند و این آهن در بین پشمهای تر وقتی که داخل میکنند حال این توده پشم چگونه میشود؟ انا همین گونه گفت سختی مرگ یافته. حضرت موسی را گفتند کیف وجدت الموت؟ مرگ تو چگونه یافتی؟ حضرت موسی گفتند مثل که یک گنجش که در یک دیگ تسبان در یک دیگ میجوشیدگی میافتد، نه هلاک میشود نه از دیگ خلاص شده میتواند. انا من حالت گفت در حالت مرگ میافتم. برادرای عزیز، این داندد این جان و خاتمه آسان میشد، رسول اکرم این دعا را نمی کردند که خدایا غمرات مرگ، سکرات مرگ برای حبیبت آسان بگردان. رسول اکرم یک روایتی هست که سلمان روایتش میکند، میگوید اگر همین حیوانهایی که ما و شما خر و اسب و گاو و دیگر حیوانهایی که داریم، اگر همینها میدانستند که مرگ چیست، ما اکلتم لحما سمنا ابدا. حضرت گفتند اگر همین حیوانها از مرگ، از خاتمه کار اگر درک میافتند، شما از وجود این حیوانها هیچگاه گوشت روغندار نمیافتیم. هیچگاه در وجود اینها دیگر گوشت روغندار وجود نداشت. اینها همه گوشت بدنشان بای میدادند از خاطر اینکه عاقبت چی است؟ دادن جان است، عاقبت خاتمه کار است. حضرت رابعه را این خاتمه کار خیلی غم میداد، خیلی دقتش میداد، در فکر انداخته بود. دیگر فکر شوهر و فکر خانه و فکر دیگر فرزند در یاد حضرت رابعه نبود. قسم به خدا، یک روز حدیثی را در کتاب نظر کردم، باور کن ما نیز آنقدر خدا ترسی نداریم، لیکن همین حدیث وجود ما را به خدا قسم لرزان کرد. این حدیث چه حدیث بود؟ رسول اکرم قسم خوردند فوالذی لا اله الا غیره، قسم بر آن خدایی که غیر آن پروردگار دیگر خدای نیست. چی گفتند؟ در دوام حدیث گفتند که فوالذی لا اله الا غیره ان احدکم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلوها. حضرت چی گفتن؟ گفتن شخصی هست در بین شما گفتن ای مردم عملهای اهل جنت هم میکنین، یعنی شما گفت مسلمان ها روزه میگیرین، زکات میدهین، در نمازهای با جماعت اشتراک میکنین، جمعه اشتراک میکنین، چنان عملهای اسلامی تان زیاد می شود که حتی بین تو و بین جنت فقط 50 سانتی متر میماند. 50 سانتی متر میماند که تو وارد جنت شوی. فیسبق علیه الکتاب. رسول اکرم گفت این زمان تقدیر گفت کار خودش میکند، تقدیر کار خودش میکند. فیعمل بعمل اهل النار. 50 سانتی متر ماندن پروردگار چنان عملی تو را عملی میگرداند که تو به عمل دوزخی ها دست میزنی فیدخلوها. 50 سانتی متر جنت کورک میشود، تو را وارد دوزخ میبرد. و این احدکم لا یعمل بعمل اهل النار. حضرت گفتند که کسی از شما وجود دارد که به عملهای دوزخی ها چنگ میزند حتی یکون بینه و بینها الا ذراع فیسبق علیه الکتاب.
فیعمل بعمل اهل الجنه فیدخلوها. حضرت گفتن این مردی که عملهای دوزخی ها چنگ میزد، بین دوزخ بین این انسان 50 سانتی متر یا 60 سانتی متر مانده بود، لیکن تقدیر کار خود کرد. این انسان در آخر کارش چکار کرد؟ به عمل اهل جنتی ها قدم زد و واردی جنت شد. ببینید از این حدیث ما چی را چشم داشت باشیم؟ خاتمه کاره. انسانی که عملهاش عملهای دوزخی ها بود در آخر حیاتش جنتی شد. انسانی که عملهاش کلا همش اسلامی بود آخر کارش چی شد؟ وارد دوزخ شد. غافل مشو، شاعر گوش کنید، غافل مشو مرکب مردان مرد را در سنگلاخ وسوسه پیها بریده اند. ناامید هم مباش که رندان بادنوش با یک خروش هم به منزل رسیده اند. ما و شما اینها برای ما و شما درس باشد. این چیزی که حضرت رابعه رقم داد به خودش مشغول گردانید، این خاتمه کار بود. ندانی دم آخر چه حال است، از این تا زیر خاکت صد سوال است. تا خانه قبر رفتن این معنای را ندارد که کسی چیز وسواسه های بالای تو نشود. تا وارد قبر شدن از صدها سوال، صدها جبهه ها را تو میگذری که بعدم به قبر وارد شوی. از خاتمه کارمان باید همه ما و شما ترسان باشیم، باید ترسان باشیم. گفتن یکم گفتن همین است. ای دوستان خدا گفتن که مرا شوهر کردن نمیگذارد، این است که از خاتمه کارم میترسم. خاتمه کارم باید همه ما و شما ترسان باشیم، باید ترسان باشیم. گفتن یکم گفتن همین است. ای دوستان خدا گفتن که مرا شوهر کردن نمیگذارد، این است که از خاتمه کارم میترسم. خاتمه کارم چگونه انجام یافته باشد، از این میترسم. چی دوستان خدا چی فکرهایی داشتند، چی مشغولیت، چی یک فکرهای اونها را مشغول میگردانید. افسوس که ما و شما را مشغول نمیگرداند. افسوس. شیخ احمد روایت میکنند که بسیار گریه میکرد. از او پرسیدند چرا اینقدر گریه میکنی؟ لاغر شدی، در وجود تو هیچ گوشت نماند. حضرت گفتند به بالا 8 جنت فوق گردون، به زیرم 7 دوزخ مانده بیچون. چگونه بسایم در میانه، بود لازم برای من ذکر شبانه. حضرت گفتند چگونه من گوشت گیرم، چگونه آب چشم من قاق شود زمانی که بالای سرم 8 جنت داره و زیر پام 7 دوزخ دارد؟ در کدام این پروردگار مرا جای می کرده باشد؟ بین من در میانه خوابم، در میانه اینها هستم، کدام طرفی او می رفته باشم؟ این را الله می داند. اونا را این گونه فکرها مشغول می گردانید. امروز ما و شما کم از انسانی که ذکر مرگ کند، ذکر خاتمه کارش کند. فقط فکرمان در لذت دنیاست، در جمع کردن مال است، فقط در استراحت است، فقط و فقط. کم انسان ها یافت می شوند که رسول اکرم گفتن اکثروا هادم اللذات، ذکر هادم اللذات. شما گفتن آن چیزی که مزه بدنش، مزه گویم خوراک شما را، حیات شما را، مزه زندگی شما را ترش میکند، با او را بسیار کنید. گفتن چیز؟ گفتن الموت، مرگ، ذکرش زیاد کنید. دوم چی بود؟ دوم دو فرقه گردد خلق فردا، یکی خوانده شود بر خلد اعلا، دیگر رانده شود بر جانب نار، گرفتاران سخت قهر، سخت قهار. نمیدانم که در بین کدامم، از این اندو در کلفت مدامم. حضرت گفتند دوم این است که روز قیامت پروردگار بنده ها را دو گروه میکند.
وجوه یومئذ مسفره ضاحکة مستبشره و وجوه یومئذ علیها غبره ترحقها قطره. الله میگوید آن روز سفید روی ها می شود و سیاه روی ها می شود. حضرت رابعه میگوید ما در فکر آن هستیم که همان روز در کدام گروه باشیم، در گروه سیاه روی ها باشم یا در گروه سفید روی ها باشم. این هم گفت برای من گفت یک مشغولیتی هست. این فکرم گفت مرا برای خودش بسیار مشغول گردانیدگی است. حضرت امام ابو حنیفه را خدا رحمت کند، صاحب مذهب ما و شما، در خانه یکی از رفیقان خود میگوید شاگردان خود مهمان شد. این مرید حضرت میگوید حکایه کردن که حضرت امام تا بروز میگوید فقط یک آیت از سوره یاسین خواندند و امتاز الیوم ایها المجرمون و امتاز الیوم ایها المجرمون. روز قیامت پروردگار گناهکارها را از بیگناهها جدا میکند. حضرت امام ابو حنیفه با این قدر عبادت ها حضرت تا سحر میگد ذکرش همین بود که آیا ما در کدام گروهش باشیم، گروهی ثوابکارها ده هستیم یا گروهی بدکارها ده هستیم. سوم چی بود؟ سوم دادن نامه اعمال است. حضرت گفتند، حضرت رابعه گفتند، سوم گفتند دادن نامه اعمال است. گفتند روز قیامت نامه اعمال به ما و شما داده می شود. نامه اعمال چیست؟ نامه اعمال عملهایی که ما در دنیا کردیم، از نیک و بدی که انجام دادیم، اینها کتاب شده ایستادند. گویم دو کتابی هست، یکی کتاب ثوابهامان، یکی کتابهای گناههامان. اینها را روز قیامت پروردگار وزن میکند کدام این وزنین است. یا اینکه گویم روز قیامت پروردگار نامه اعمال ما و شما را به دست میدهد، به دست راست دهد. فاما من اوتی کتابه بیمینی فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه فهو فی عیشة راضیه فی جنة عالیه قطوفها دانیه کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. الله یاد میکند، میگوید برای ما و شما هر کسی که روز قیامت نامه اعمالش به دست راستش که داده شد فریاد میزد است رفیقاشا، فریاد میزد است همون شناسهاشا که پیش من آید نامه اعمال مرا تماشا کنید. اینی ظننت انی ملاق حسابیه. ضحاک در تفسیرش میگوید همینجا ظننتو به معنای گمان است. و درستی که من گمان کردم که اگر ما و شما ترجمهش کنیم همون تحت لفظیش این میشود که همین شخصی که نامه اعمالش به دست راست میگیرد میگوید من گمان داشتم که روز قیامت در آن عملهایی که در دنیا کردم حسابات اونها در روبرو میشوم. لیکن ضحاک میگوید هر یک کلمه ظن در قرآن وقتی در راست مؤمن آمد یقین است، در راست کافر آمد شک است. از این خاطر تفسیرش این است که من یقین میدانستم که روز قیامت در محاسبه پروردگار رو پرو میشوم. یعنی یقین است که روز قیامت شما را پروردگار از عملهاتان میپرسد، از کردارهاتان میپرسد که شما چگونه عمل کردین، چگونه کردار انجام دادین. این حضرت میگه وقتی نامه اعمال میگرفته است میگفت از فریاد میزد است که نزد من آیین و شما چیکار که نامه اعمالی مرا خوانید. یکی پروردگار برای او میگوید رو بر جنتی که عالیه هست، جنتی که هیچ دیگر غم ندارد، وفات ندارد، پیری ندارد. رو در آن جنتی که تو در دنیا بهر این عمل کرده بودی رو استراحت کن. لیکن و اما من اوتی کتابه بشمالی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه یا لیتها کانت القاضیه ما اغنى عنی مالیه حلک عنی سلطانیه. خداوند در دوام این باز بیان میکند کسانی که اگر نامه اعمالشان با دستی چپ داده شد اینا چی میگفتند؟ داد میگفتند، میگفتند ای کاش پروردگارا همین نامه اعمال در دست من داده نمیشد، ای کاش پروردگارا
همین نامه اعمال نمیدانستم که چی باشد. یا لیتها کانت القاضیه. الله میگوید همین انسانی که نامه اعمال به دست چپ گرفت میگفت از پروردگارا در دنیا همون عزرائیلی که آمده جان مرا گرفت باز تو یونباره روان کن که همون جان مرا گیرد. بین جان دادن مرگ خیلی کار مشکل بود. در دنیا از او انسان ها می گریختند، لیکن وقتی منظره عذاب می بینند چگونه که کافرها یا لیتنی کنت ترابا میگویند، وقتی می بینند عذاب دو چند است، عذاب خار کننده است، عذاب خیلی وزنین است، چی میگفتند؟ یا لیتنی کنت ترابا، کاش که پروردگار خاک میشیدم و کافر نمیشیدم. این اونا در اونجا چیکار میکنن؟ آرزو میکنن. انا انسان نامه اعمالش به دست چپ میگرفتگی هم همین میگفت از پروردگار همون مرگی که در دنیا به سراغ من آمده بود همون مرگ باز بالای من روان کن. حضرت رابعه را این سه چیز، ترس خدا، یکی خاتمه، یکی نامه اعمال، یکی دو گروهی که در روز قیامت میشوند، نگذاشت که این حضرت این زن شوهر کند. مادرای عزیز و خواهرای عزیز و برادرایی که در این مجلس نشسته اید، شما می توانید که همین ترس رابعه را در مادرها و خواهرها و اپهای خود رسانید. امروز چه حالت است؟ این چه حالت است که امروز گوییم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک گفتند قمت على باب النار فاذا عامت من دخلها النساء. وقتی شب معراج نزد در جنت ایستاده بودم، نگاه کردم که اکثر اهل جنت مساکین بود، مسکین ها و فقیر ها بود. لیکن وقتی نزد در دوزخ رفتم نظر میکنم اکثر آن شخصانی که وارد دوزخ میشوند این زنها بودند. برای چی؟ برای چی امروز همه ما و شما این حل کرده میتوانیم؟ برای که زنهایی که شوهر دارند شوهرها را احترام نمیکنند، به قدر شوهرها نمیرسند، و زنهایی که شوهر ندارند امروز به آدابی میکنند، بد اخلاقی میکنند، بیرون از خانه میشوند، جامعه ما و شما را رسوا میکنند، فرزندها بچه های ما و شما را بیراه میکنند. انا همون زنهایی که اکثریت رسول اکرم میگوید در دوزخ دیدند. برادرای عزیز و پدرای مهربان، باید از این قصه رابعه ما و شما به یک خلاصه آییم که آخی ما الحمدلله مسلمانیم که آخی ما برای خودمان قانون داریم، ما برای خودمان قاعده داریم، ما برای خودمان کتاب داریم. باید خواهر من، باید زن من از گفت خدا و پیغمبر باید بیرون نباشد، زیرا من روز قیامت از این خواهر و از این مادر و از این اپهای خود پرسیده میشوم که بار اونها را تو پیشنهاد کردی یا نکردی. ما در جمعه گذشته برای شما قید کردیم که اکثر همین زیناهایی که امروز رخ میدهد که کدام مرد یا کدام گویم کدام کارگر چی حکومت باشد چی کارگر غیر حکومت باشد، کدام او میخواهد که دختر او زیناکار باشد؟ کدامش میخواهد؟ هیچ کدامش نمیخواهد. لیکن امروز همون اسباب سببهای زینا علاقه پیشکی پیدا شدند. مثل که امروز خواهرای ما و شما چنان لباسی در بر کردن که هر یک جوان بی طاقت میکند. هر یک جوان مجبور میشود که دستی بر زنا زند. 2 روز پیش من در نزد این بعضی برادرها رسانیدم، این داغی روز است. یک جوان آمد آبی چشم داشت، گریه میکرد. گفتم چی شکایت داری؟ شکایتم گفت این است که داملای عزیز گفت من 1 ماه شد که زندار هستم، 1 ماه شد. وقتی همین زن به خانه آوردم، شب با او خانه‌داری کردیم، دختر سلامت نبود، دختر بیوه بود. لیکن من این سیر را پوشانیدم.
پوشانیدم. حتی پدرم نمیداند، مادرم نمیداند، پدر و مادر این دخترم نمیداند. من این سیره پوشانیدم. لیکن حیاتم حیات شکاکی است، اونقدر حیات خوبی لذت دار نیست. برای با لذت شدنش از شما میخوام یک فتوا گیرم. چی فتوا است؟ فتوا همین است که آیا با این گونه زن اسلام رخصت میدهد که زندگی کنم یا نکنم؟ برادرای عزیز، ما با همین عمری نه آنقدر زیاده که دارم، گویم 40 ساله هستیم. با همین عمر کوتاه خود والله که قریب 100 عائله را من برقرار کردگی هستم. 100 عائله را نگذاشتم که اونها دستی به طلاق زنند، نگذاشتم که کودکای اونها سرسان و سرگردان شوند. من برای این برادر پیشنهاد کردم که اگر تو عیب این دختر اگر ستر کنی، الله عیب تو را ستر میکند. الله در دنیا و در آخرت عیب تو را ستر میکند. این حدیث پیغمبر خداست. همین زن تو را احترام میکند یا نمیکند؟ احترام میکند. پدر و مادر تا احترام میکند، بسیار احترام میکند، بسیار اخلاق خوب دارد. لیکن با این عمل زیش چنگ زده است. و بعداً خودش بیچاره گفت داملای عزیز گفت همین دختر گفت دختریش گویم زمان از دست داد که زنگ آخران بود، زنگ آخرانه که در مکتبها قید می شود. همان روزی زنگ آخران اینها یک جایه شدن با همراه همسنفاشان، عرق نوشیدن و دیگر کارها در بچه ها دست دادن و هر کدامش کدام دختری که ریافت در اونجا چیکار کرد؟ دستی به زنا زد و اون دخترها همه گویم بکارتشان از دست دادن، سیبه شدن، بیوه شدن. این زنم از طایفه همونها بود. آیا در زنگ آخران یگان فرمانی هست که شما دخترهاتان لباسهای مردانه پوشیده و سر لیج روان کنید به مکتب؟ هست خیلی فرمان. من زنگ آخران چه خیلی فهمیدم؟ زنگ آخران این خیلی فهمیدم که باید خواهرای ما، دادرای ما، همان معلمه هایی که 10 سال اونها را تعلیم داده بودند، پیش اونها رفته دعای خیر میگرفتند، میگفتن هزارها رحمت برای شما که 10 سال ما از علم شما برخوردار شدیم. ما انمین مسجد ما امروز 6 معلم معاش میتد، 6 معلمه. باز در آینده نیت دارم باز 4 معلم دیگر را ضم کنم بالاش. به خاطر چی؟ به خاطری که اونها فرزندای ما و شما را تعلیم میدهند. انا این دستگیری است. این دستگیری نیست که وقتی ما و شما در زنگ آخران 100 سومی جمع میکنیم و رفته یک ویچر میکنیم، در این ویچر حیات خودمان را برباد میتیم. بسیار خوب میشد اگر همون دخترها و بچه‌هایی که اگر سخن مرا میشنوند این 100 سومی را جمع میکردن در دست همون معلم ها میدادن، میگفتن رحمت کلام برای تعلیمتان، برای نارساییتان، یا همون 100 سومی را جمع میکردن همون صنف های ویرانه را تعمیر میکردن برای باز نسلی که از پس اونها میخوان. انا این بهترین راهش بود. این بود بهترین راه. برادرای عزیز احتیاط کنید. اگرچند ما زندگی او برادر را برقرار کردیم، لیکن در دل اون برادر یک قدرت وجود دارد، یک قدرت وجود دارد. زنها باید از این حضرت رابعه باید درس گیرن، باید خدا ترس باشن. از فریب عصر نو هوشیار باش، راه فتادی راه رو هوشیار باش. حضرت محمد اقبال لاهوری میگه این عصر که شما زندگی دارین ای جوان دخترها و ای جوان پسرها بسیار هوشیار باشین که این عصر شما را فریب میدهد. این عصر بسیار یک عصر فساد است، بسیار یک عصر هست که شما را بسیار تا بیدین میکند، بسیار شما را از راه راست به راه بد میبرد. از این عصر نو شما چیکار کنین؟ احتیاط کنین. یک روز یک برادر دیگر برای من پیغام کرد که همین در جمعه رسان، پیغام اونم در ذمه ما شرط است، میگه جوانها امروز اینترنت میآموزند، ما کو طلبگاریم. جوانای عزیز، من شما یاد داشته باشین در روزهای جمعه
جوانهایی که مکتب خوان بودن من نمیگذاشتم که مسجد آیند. گفتم رو درس هاتون خوانین، از درس ها نگریزین. همون مکتبی که علمی که می آموزین همون هم علم خداست. علم دنیا علم خدا هست، علم آخرت هم علم خداست. ما نمیگذاشتیم. گفتن جوانها اینترنت می آموزن، امروز کامپیوتر می آموزن. ما طرفدار هستیم که امروز جوانها کامپیوتر آموزن، اینترنت آموزن، زبان انگلیسی را دانند، زبان عربی را دانند، همه زبان دانند. لیکن میگوید میدانید که در داخل اینترنت اینا چیکار میکنند؟ اینها با طریق اینترنت زنا میکنند. چگونه؟ در اصل وجود داشت، من این داشت، این سخن من شنیده بودم. لیکن باز وقتی این برادر پیشنهاد کرد، گفتن صورت میبراید از ممکن دولت‌های روسیه باشد، دولت‌های امریکا باشد، یک صورت دختر میبراید. از این طرف این جوانی ما و شما، از اون طرف اون دختر با یکدیگر صحبت میکنن و در حالت صحبتشان سر میکنن. مثال وای از اونجا میگوید تو لباس بدر کن، کرتت بکش، وای هم کرتش بدر میکند. وای از اون طرف این جوان تماشا دارد، این جوان از اینجا اون زن تماشا دارد. وای لباس میکشد، فلان شکش، فلان ش میکشد. با طریق همون اینترنت با یکدیگر زنا میکنند. آیا این گناه نیست؟ نخواد در اینترنت ما و شما وقتی داخل میشویم اینقدر علمهای زیاد ماندگی، اینها را آموختن برای ما و شما ضرور است، نه با طریق اینترنت زنا کردن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید العینان تزنیان و زناهما النظر. همین برابری است که انتناها همه فساد کرده است، بس نیست؟ رسول اکرم میگوید چشمها هم زنا میکند. زنای چشم چیست؟ نظر کردن بر حرام کرده های الله، این هم زنا میکند. جوانای عزیز بسیار هوشیار باشید، کار کنید که حیات هاتون از دست ندهید. ما امروز غم دخترهامون هم میخوریم، لیکن همون بچه‌ای که در مکتب میخواند و همون هم زناکار باشد، همین هم یک داغ همون خاندان ما و شماست. بسیاری ما و شما یک عقیده نادرست داریم که بچه هر کاری کند کردن گیرد، لیکن دختر نکند. چی بچه دستی به زنا زند، چی دختر دستی به زنا زند، هر دو در گناه برابر است. هر دو این ما و شما را شرمنده میکند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یک سوال دیروز برای من پیشنهاد کردن، در همین جمعه رسانم، همین شعر میدهم و انشاءالله باز دعا میکنیم. میگوین همین پدر حق دارد که بچه را عاق کند؟ حق دارد؟ پدرای عزیز، پیش از آنه که همین جوانی که در نزد من آمد و از حال این زن حکایت کرد، 1 ساعت پیشش یک جوان دیگر آمد از همین شهر کولاب است. گفتن پدر و مادرم وقتی که به خانه عروس رفتن 7 بردن. 7 میگویم موضوع 1 سال میستد، بعد 7 میبریم که اینا همه خرافاتند. ما از دسته همی 7-40 سال و پنجشنبگی از اینا که تماما صاحب پول هم نمیشیم، صاحب زندگی هم نمیشیم، اینا که همه بیرون از اسلامن. امروز ما و شما دستی به خرافات، دستی به بدعت، دستی به شرکیات زده ایستادیم. عاقبت ما و شما خیلی خیلی باور کنید در پیشگاه پروردگار در این عملهامون جواب میگوییم. 7 بردن همین دختره. ای بیچاره، شاید پدری او در کجای سفرکی بوده است، در حضور اینا اشتراک نکرده است. برابر آمدن این جوان پدرش فرمایش داده است که همین زن سر میدهید، زیرا پدر و مادر این در حالت همین آب و نان ما را احترام نکرد. این جوان گریه میکند، بیچاره ایمان دارد، گریه میکند که زن من امروز یا فردا تولد میکند. بسیار زن خدمتگار است. خیلی شاید که هم پدرش یگان جا کاری داشت نتوانست آمده، آیا همین باعث میشود که من زن ما طلاق کنم؟ اگر همون پدر و مادر همین بچه را از خانه پیش میکردم، شریعت اجازت نمیدهد که شما طلاق کنید. طلاق کردن لازم نیست. پدرای عزیز، عقلهاتون کار فرمانید. امروز بسیاری پدر و مادری هست که
به منزله فرزندش عقل ندارد، عقلی را که بچه او دارد، دختری او دارد، والله که پدر و مادرش ندارد. من در جنگ های پدر و مادرها اشتراک کردگیم، در جنگ های پدر و فرزندها اشتراک کردگیم. دیدم که حتی پدر به منزله فرزندش عقل ندارد. عقل فرزند خدا داده است، همون پدر و مادر ندارد. پدرای عزیز، شما عاق کردن در حق ندارید. عاق نکنین هیچ وقت. شما وقتی عاق بکنین فرزنده، مقصد از عاق چی است؟ همین وقتی شما ناراضگی در دلتان پیدا می شود، این خودش علاقه عاق است. عاق است. بسیاری پدرای هستند، مادرای هستند، فرزند عاق میکنند. عاقش که کردی و دیگر به خلاصه می آید که تمام دنیا و قیامت من سوخت. دیگر هر یک جنایتی که باشد و دست دادن میگیرد و دیگر اصلاح نمی شود و دیگر فرزند نمی شود که در حالت پیرانسالی و بیماری تو آمده تو را بیمارداری کند، بالای جنازه تو آبی چشم کند، یا اگر شرایط داشته باشد از پس تو یگان خیر احسان کند. این فرزند دیگر فرزندی گویم آبادیش نمیماند وقتی پدر او را عاق میکند. هیچگاه عاق نکنید، زیرا در عاق کردن هم حق ندارید. نصیحت کنید، تربیه کنید، آدم‌های عاقل استفاده برین، وکیل‌ها را دعوت کنید. انشاءالله با طریق نصیحت همه کارها چی می شود؟ جابجا می شود. یکی وقتی فرزند از خانه پیش کرده است با همراهی کلین، رو هر جایی که رفتن میگیری، اگر امیرت سر نمیدی عاقد میکنم، اینجا عاق هم که کند عاق نمی شود. لیکن سرسانی را بینید، سرگردانی را بینید. در مسئله طلاق جوانای عزیز خیلی با احتیاط باشید، بسیار با احتیاط باشید. در هر یک حالتی پسترین امروز این قدر زنهایی که ببینین خواهرها و پای ما و شما شوهر نمییابند، شما اینها را طلاق میکنین، شما این طلاق که کردین یقین دانین که این زنی تو 1 ماه یا 2 ماه بعد الکی کوچه به کوچه میشود، در گناه او تو شریک هستی. خداوند عاقبت همه ما و شما را به خیر گرداند و خدای مهربان در دل همه ما ترس خودش را، هیبت خودش را خداوند جایگیر بگرداند. در هر یک مکانی که نباشیم، خواه شب باشد خواه روز، خواه شهرمان باشد خواه بیرون شهر، خواه تنها باشیم خواه جمع، پروردگار را هر لحظه در دل ما ترس خودت را جایگیر بگردان و خدای مهربان ما را از این راه راست به راه بد نبر. خدای مهربان بهترین نعمت که این ایمان است برای ما، چه در حیات مان چه در حالتی از دنیا گذشتن مان، همراه ما نگه بدار و این 5 صفت مؤمنه خدای مهربان در تمام ما مؤمن‌هایت جایگیر بگردان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. یک برادر دیگر الحال گفتن در حق پدر و عمکیم دعا کن که از دنیا گذشتن. خدایا این پدر و این عمک را روحشان شاد و قبرشان خدای مهربان پر نور بگرداند. آمین یا رب العالمین. در حق حاجی صابر که بیمار است دعا کنید. برادر حاجی صابر بیمار بوده است. یک برادر دیگر بیمار است گفتن در حق من دعا کنید. در حق آنهایی که در مسجد صدقه ها کردند دعا کنید، صدقه صندوق خیریه هم. در حق استاهایی که برای آبادی مسجد کار کردند دعا کنید. 1 نفر دعا طلب کنید، 5 سامانی دادن. اینای پدرم یک قرآن دیگر هم در اینجا آورده هدیه دادن که در حقشون دعا کنیم. و بسیاری برادرایی که امروز دستیاری دراز میکنن برای همین آبادی مسجد ما و شما و همش بیچاره بسیارشون میگه یادم نکنید، فقط همین غایبانه در حق من دعا کنید. یک برادر دیگرمان همین اطراف صورتای نو، همه صورتها را نو میکند، صورتایی که خیلی ارزشای بلند دارند. خب یک برادر دیگرمان باز 4 دانه از همین شمالتی اکا روان کرده است که الحال کار کرده ایستادن، در حق من گفتن دعا کنید. خدای مهربان همه این بنده هایی که خیر احسان کردند و هر مراد و مطلوب هایی که دارند، خدای با فضل و کرم خودت مراد و مطلوب هاشون حاصل بگردان. آمین یا رب العالمین. برادرای عزیز، یک مسئله دیگر هم ناگفته نماند.
مسئله همین 2700 سالگی. همه شما آگاه باشین جوانای عزیز، پدرای مهربان، همین جشن بسیار جشن مهم است. شما همین عادی نفهمید، بسیار جشن مهم است. تصور کنید که قریب 10 تا 12 هزار مهمانی ها زیادتر هم در یک کلاب ما و شما آمده می درآید. ببینید همین مهمان آمد، اگر مهمان وقتی تعریف و توصیف همین شهر ما و شما را با ملکای خودشان برد، این خوب است؟ یا اینکه اگر از کمبودی های ما و شما اونها نالان باشد، اینش خوب است؟ همین 2700 سالگی این آبادی است. آبادی را اسلام ما و شما از همه پهلو دستگیری میکند. رسول اکرم میگه بنو مدائنکم مشرفتن، شهرهاتون با شکوه کنید، شهرهاتون زیبا کنید. برادرای عزیز، امروز شما در همه راههای بی ترتیبی پولتون صرف کرده میتونید. چی راههای نادرستی هست که شما $1000 و $500 تون صرف میکنید، چشمتون نمیپرد. قرض میکنین، در راههای نادرست صرف کردین. همون 100 یا 200 سامانی که صرف میشود، همون خانهاتون آباد کنید. هر یک خانه ما و شما در نظر است که شاید که اونها گذر میکنن میدراید. سفید کنین، پاکیزه کنین، تازه کنین، چی جویبارهاتون باشد، چی داخل خانهاتون باشد، آباد کنین. انشاءالله باور کنین یک دستگیری هم شهرمان هم دستگیری رهبری دولتمان میشود. بی نهایت باور کنین از این حال ما و شما خوشنود میشیم. دائم این مجلس ها گشوده ایستادن، باز به سمع شما میرسانم که همین مسئله را فراموش نکنین. بسیار با احتیاط باشین، بسیار یک تیاری خوب داشته باشید که همین جشن ما و شما در بهترین صورت قید کنیم. بر روز آخرت داشته باشیم. ایمان به نیکی و بدی از جانب پروردگار است. این مختصرا در باب ایمان است. انا همین ایمان مؤمن از اینها باید که برخوردار باشد. این حدیث جبرائیل هم که حدیث مشهور است که راوی عمر ابن الخطاب است، حکایت کرد که زمانی که ما نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با توده صحابه نشسته بودیم، به ناگاه یک مرد خیلی سفید پوشیده و خیلی موی سرش سیاه بود حاضر شد، پیدا شد. لا یرا علیه اثر سفر. حضرت گفتند تماما به مسافر مانند نبود. مسافر شخصی می شود که وقتی از راه که آمد یک عرق بدن دارد، یک گرد و چنگ در لباسش دارد، لیکن این مرد لباس سفید، این مرد که موی سرش خیلی سیاه بود، از ما کسی او را نمی شناخت و به مسافر هم مانند نبود. وقتی نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نشست، چگونه نشست؟ فاسند رکبتیه الی رکبتیه، زانوهاش میگه به زانوهای پیغمبر خدا چسبانید. و وضع یدیه علی فخذیه، دستهاش این مرد میگه در بالای رانهای پیغمبر خدا گذاشت و گفت مل اسلام، اسلام چیست؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن اسلام این است که آن 5 چیزی که ما تکرار کردیم. دوم از ایمان پرسید. حضرت آن چیزی که از حدیث من الحال خواندم ان همین تکرار کرد. وقتی رسول اکرم جواب میگفت او میگفت صدقت، راست گفتی. حضرت عمر میگفت تعجب کردیم، هم سوال میدهد هم جواب میگرداند. در آخر پرسید مال احسان، احسان چیست؟ رسول اکرم ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. وقتی این سخن رسول اکرم گفت، میگوید این مرد سفید پوش چی گفت؟ گفت راست گفتی، و از جای خودش خیست و ناپدید شد. رسول اکرم گفت آیا شناختین این کی بود؟ گفتم نه، الله و رسول او داناست. گفت این جبرائیل بود، آمد برای شما اسلام و ایمان و احسان تعلیم داد که الحال ما و شما آگاه شدیم. خداوند میگوید مؤمن کیست؟ کسی هست که در محضر او، در پیش او وقتی آیت قرآن خوانده می شود،
احکام و ارکان الهی گفته می شود، دل او می ترسد، دل او ترسان است، دلش می ترسد. البته برادرای عزیز، ما و شما باید از پروردگار ترسیم. وقتی حکم پروردگار در پیش ما و شما خوانده شد، باید برای عملی کردن او کوشش داشته باشیم، با بازم عمل کردن من باز از پروردگار من ترسان باشیم. زیرا خود الله در قرآن در سوره بقره و ما و شما و ایای فرهبون، در دیگر جای قرآن و ایای فتقون، فقط و فقط از من بترسید. فقط شما باید از پروردگارتان ترسید. الله اینو برای ما و شما سفارش داده ایستاده است. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله میگوید در سوره نازعات است، پاره 30 قرآن است، کسی از پروردگارش میترسد برای او جنت است، برای او جنت است. بهترین مقام، بهترین مکان جنت است برای شخصی نصیب می شود که وای از پروردگارش می ترسد. عبدالله فرزند حضرت عمر می گوید باری به صحرا رفتم. من یک قصه از ترس حضرت عبدالله ابن عمر که از یک غلام، از یک چوپان را حکایت می کند برای شما می رسانم تا که ما و شما از این قصه ها گوش کردن عبرت گیریم. اینا را فقط گوش کردن لذت بردن نیست، بلکه فقط گوش کنیم و مثل اونها باید که عبرت گیریم. در هر جای باشیم باید از خدا ترسان باشیم. حضرت عبدالله میگوید همراه میگه یارانم رفیقانم به صحرا برآمدیم. در اثنای راه میگوید گرسنه ماندیم. به همنشینهای خود، با رفیقان خود سفارش دادم که دسترخوان را پرتایید. وقتی میگوید دسترخوان در نزد من پرتافته شد، به ناگاه نگاه کردم که یک رمه گوسفند با صاحب با یک چوپانش از پیش ما گذر کرد. میگوید این چوپان را من استاد کردم، من کردم، گفتم نزد من بیا، ما گرسنه هستیم، چی می شود که از همین گوسفندهایت یکی آنها را ذبح کنی، یک جایه با تو تناول کنیم. او برادر عزیز من روزدار هستم. گفتم در این صحرای گرم، در این هواهای خیلی حرارتش بلند روزه گرفتی؟ گفت روزه های قرضی داشتم، روزه هایی که پیش خوردگی بودم آنها را قضا داشته ایستاده‌ام. گفتم خیلی میلش، بیا یک گوسفند بهر ما ذبح کن، بگاهی یک مقدار او را با برای تو میدهیم، تو افطار میکنی. اگر این چوپان گفتن من، ای برادر عزیز، گفتن من چوپان هستم، من غلام هستم، من دستنگر هستم، من مولا دارم، من با خود سردار دارم، این گوسفندها مال سرداری من است. عبدالله میگوید برای امتحان من وی پیشنهاد کردم، میلش صاحب تو که در اطراف ما نیست، بیا یکی از اینها را ذبح میکنیم، نزد صاحبت بگو که گرگ وی را از بین برد. این غلام میگوید به طرف حضرت عمر نگریستند و آب چشم کردند، گفتند در حقیقتا گفتند مولای من وجود ندارد، فعین الله، الله کجاست؟ مولا که وجود ندارد، مولا که درک ندارد. اگر مولا را گویم که نصف رمه تو را گرگ ها بردن باور میکند، لیکن فعین الله، پروردگار کجاست؟ خدا چی میگوید؟ عبدالله میگوید چنان این سخن غلام برای من خوش آمد، چنان سخن این آدم عادی برای من خوش آمد که تکراری به تکرار این الله، این الله میگفتند. الله در کجاست؟ الله در کجاست؟ وقتی میگوید حضرت عبدالله میگوید من به شهر آمدم، خدا ترسی این گفت چنان مرا در رغبت آورد که نزد سردارش رفتم و گفتم همون مالی که تو در بیشه داری مالی تو؟ گفت بله مالی من است. گفتم همون مالت همراه غلامت چند پول میستد؟ گفت فلان مقدار میستد. میگوید آن پول من پیدا کردم، در دست این مولا دادم
رفتم نزد غلام گفتم از این روز اعتباراً تو آزاد هستی و همه این گوسفندها در اختیار تو، مال تو هستند، زیرا تو نفری هستی که از پروردگار میترسی. میرسیم به آیت سوره طلاق. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. پروردگار میگوید کسی که از من میترسد یجعل له مخرجا، از همه مشکلات و میبراریم. در هر حالتی که نباشد ما او را از حالتهای پستی بالا میبریم. یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. پروردگار در همین سوره طلاق میگوید از جای رزق میدهیم آدمی خدا ترسه که در گمانش نیست، در فکرش نیست. آیا این غلام باوری داشت که از غلامی آزاد شود، یک رمه گوسفند صاحب شود؟ نه، در گمانش نبود. لیکن مادام ترس خدا که در دلش بود، حضرت عبدالله این مال و گوسفند و همه را خرید برای همین غلام تسلیم کرد. به خاطر چی؟ به خاطری که وی از خدا می ترسید. دورهای حضرت عمر بود رضی الله عنه. یکی از همنشینان خود که حضرت سعید ابن عامر بود میگوید در یک شهر او را برده ما میری شهر گذاشتیم. از بین یک مدت گذشت و مردم از بالای سعید ابن عامر شکایت کردند. گفتن ای عمر، گفتن این میری شهری که بحر ما روان کردی از کار ایره خالی کن. حضرت عمر میگوید به خودم خیلی پشیمان شدم که من اینقدر فراست بلند داشتم. من آدم شناس بودم، من شخصیت ها را میشناختم که کیها لیاقت کار دارن کیها ندارن، کیها از خدا میترسن کیها نمیترسن. همین فراست حضرت عمر میگوید من داشتم. لیکن من باوری کامل داشتم که سعید ابن عامر یکی از خدا ترس ها بود. چی شد که مردم بالای این شکایت کردند؟ میگوید فریاد کردم سعید ابن عامر همراه همون قومی که بالا شکایت کردن فریاد زدم. گفتم بهری چی این شخص من از کار گیرم؟ گفتن این سه کردار دارد، سه کار ناخوب دارد. یکم این که سحر دیر گفت به کار می آید، به جای کاریش خیلی ساعتی دیر می آید کار می آید، به جای کاریش خیلی ساعتی دیر می آید. دوم، شب اگر هر شکایتی که باشد شکایتی شب قبول نمی کند. سوم، در یک ماه یک روزی تعطیل دارد که تماما در کار نمی براید. حضرت عمر گفتن بیایید، گفتن از حضرت سعید ابن عامر می پرسیم، سوال دهید جواب می گیرید کنی چرا این سحر برای کار رفتن دیر می رود؟ گفتن ای سعید، چرا سحر به جای کار دیر می روی؟ چرا در ساعت 8 در جای کارت نمی شوی، ساعت 10 روز تو به کار می روی؟ حضرت سعید گفتن ای امیر المؤمنین، ای عمر، گفتن در خانه گفتن زن دارم که معذور هست، زن دارم که دردمند هست، کار میکند، بالای پا قدم میزند، لیکن از همه کارهای خاندان از عهده‌اش نمی براید. در برابر زن خود از سحر میخیزم، آن کارهایی که یک روزه از همگی را با همراه زن خود انجام میدهم و بعدم به کار میروم. حضرت عمر گفتن شنیدی؟ آیا کاری که حضرت سعید ابن عامر میکند غلط است؟ گفتن برای زن خود خدمت میکند، زن خود دستیاری میکند، آیا کاری نادرست میکند؟ قوم میگوید خاموش ایستادند. گفتن دوم این که شبها اگر نزد دروازش میرویم شکایت قبول نمیکند. حضرت سعید پرسیدن چرا شکایتی شب قبول نمیکنی؟ گفت خواستم که اینه پوشیده نگه دارم، لیکن افسوس که مجبور شدم که اینه برای شما آگاه کنم. گفت من وظیفه دارم که روز در مخلوق خدمت کنم، شب در خالق خدمت کنم. حضرت گفتن من این روز خود 24 ساعت از 24 ساعت تو تقسیم کردم، روز در مخلوق ها و شب در خالقم خدمت کنم.
افسوس گفت من این خواستم این سیر پوشیده نگه دارم تا که از اجرش به نصیب نشوم، لیکن مادام مجبورم ساختید من تا سحر در ذکر پروردگار خود مشغول هستم که این مسئولیتی که من دارم بالای این رعیتی که من میر هستم، رئیس هستم نزد پروردگار چی جواب میگفته باشم. سوم گفتن در یک ماه چرا یک روز تعطیل برای خود اعلام کردی؟ حضرت سعید ابن عامر گفتند این شم خواستم که پوشیده نگه دارم، لیکن افسوس که مرا گفت آشکار کردید. روزی در یک ماه یک روز گفت من روزی لباس شویی دارم، روزی هست که من لباس پیشم و روزی هست که یک ماه عملهای خود من ورق میزنم کدامش درست است کدامش نادرست است، خود من محاسبه میکنم، خود من در حسابات میگیرم. یک لباس دارم گفت حضرت، اینا میشویم تا این خشک میشود خود روز بیگاه میشود. از این خاطر گفت من یک روز برای خودم چیکار کردم؟ روز تعطیل اعلام کردم. حضرت عمر گفتن ای مردم، گفتن این پیشوای خدا احترام کنید. من میدانستم که در فراست خودم غلط نمی کنم، من آدم شناس هستم. و این سعید ابن عامر گفت ارزنده هست که در بالای شما حاکم باشد به قدر او رسید. حضرت همگی را جواب دادن از پیش خود. ترس خدا را بینید در شخصانی که امروز مسئولیت دارند، امروز رهبری دارند. این قصه ها را برای آن من میارم که مؤمنهای حقانی را ما و شما شناسیم که خداوند انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مؤمنها کسانی هستند که اگر امرهای پروردگار در محضر آنها در پیش آنها گفته شود دلهای آنها باید ترسان باشد. سعید ابن عامر چی وادار ساخت که از خدا اینقدر ترسد؟ یا حضرت عبدالله ابن عمر که با این چوپانی که روپرو شد، این چوپان چی مجبور ساخت که از خدا ترسد؟ در بخاری و در مسلم روایتی هست که یک مرد خیلی میگه در نفس خودش ظلم کرده است، یعنی خیلی گناه زیاد کرده است، در برابرش با عبادت هم کرده است و فرزنداش وصیت کرد که فرزندهایم گفت وقتی که من از دنیا میگذرم انا همین جسدی مرا گفت بعد جنازه کردن قبرستان نبرید. گفت چیکار کنیم؟ گفت اینا در آتش سوزانید. این روایت هم بخاری است هم مسلم است. در آتش سوزانید گفت و اینا گفت به خاکستر مبدل گردانید. نصف این خاکستری گفت جسدی مرا در بحر، نصفش گفت در بیابان پرتایید که تا که مرا پروردگار جمع کردن نتواند. چی میداند پروردگار هر یک ذره که در روی زمین است، هر یک استخوان خاک شده را پروردگار جمع میکند روز قیامت. فرزنداش این وصیت پدر میگه اجرا کردن. وقتی پروردگار میگوید این شخص آن گردهایی که در بحر پرتافته شد و در خشکی پرتافته شد همش جمع کرد و این شخص را مکمل ساخت، از او پرسید لما فعلت هذا؟ الله میگه از این پرسید چرا این خیل کردی؟ چرا جسدت فرمان دادی، سپارش دادی، وصیت کردی که سوزانند این خاکستر شد در بحر و در خشکی پرتایند، چرا این را کردی؟ این مرد میگوید با همون اعضاهای میلرزیدگی خود از پروردگار چی گفت؟ من خشیتک یا ربی و انت اعلم. ای پروردگار گفت تو میدانی من اینو با آن خاطر سپارش دادم که از ذات تو میترسم که در پیشگاه تو راز شوم. رسول اکرم میگه فغفر له. پروردگار وقتی این میگه کلمه را از زبان این شخص شنید که این سپارشی که من دادم از ترس تو بود ای پروردگار، الله را خوش آمد و گناهاش مغفرت کرد.
به سبب چی؟ به سبب که از پروردگارش ترسید. در بنی اسرائیل مرد بود، این قصه ها را من برای اون میگویم که قصه در ذهن انسان بسیار می نشیند، قصه را انسان فراموش نمیکند، لیکن بازم فراموش نکردن از اینها باز میگویم که باید ما درس گیریم، باید عبرت گیریم، در هر حالتی نباشد. من احسان در اول صحبت تعلیل کردم، ان تعبد الله کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. احسان چی بود؟ احسان این بود که پیغمبر خدا گفت شما پروردگار را چنان عبادت کنید که همچنانی که وی میبینید، اگرچند که شما وی نمیبینید فإنه یراک، وی شما را میبیند. انا ما و شما باید چی در آشکارا چی در پنهانی، چی در شب چی در روز، چی در شهر خودمان چی بیرون از شهر خودمان، از پروردگارمان ترسان باشید. یک تاجر بود، بسیار مالدار بود. بناگاه میگوید در همون بنی اسرائیل یک قحطی آمد، یک گرسنگی آمد. یک زنی بود خیلی سرعیال بود، شوهر نداشت، فرزندای زیاد داشت. نزد این مرد تاجر آمد، گفت میخواهم که از مالت چیزی برای من برخوردار کنی، زیرا فرزندای زیاد دارم، در خاندان هیچ فرزندم کاری نیست، کار نمی کند، شوهرم ندارم. این تاجر به انصاف گفت با شرط برای تو پول میدهم که اگر گفت من از نفس تو استفاده برم، با من گفت همخوابه میشوی، هر چی دارم از دولتم برای تو میدهم. عیال ترسید، پس گشت از خانه این تاجر بیرون شد، آمد خانه که کودک ها دستی مادر را نگاه کردن که خالی از فریاد زدن. مادر گفتن چیزی بیار، چیزی بیار که ما گرسنه ماندیم. مادر باز میگوید از خانه بیرون شد، بجز خانه همون تاجر دولتدار میگوید دیگر کسی مالدار نبود. باز خانه اون میگوید مجبور بیچاره باز داخل شد. گفت برای من مال نصیب گردان، فرزندهایم داد و فریاد دارن، رحم کن. میگوید گفت رحم زمانی میشود که اگر از نفست من برخوردار شوم. زن میگوید ناچار گفت من تیار هستم. میگوید این مرد تاجر به نزدیک این زن آمد، وقتی میگوید دستش به وجود همین زن خواست دراز کند، مثل که یک انسان تاک میزند که وجود میلرزد. این وجود زن میگوید میلرزید. این تاجر گفت چرا اینقدر بدن تو میلرزد؟ گفت به خدا قسم، گفت این عملی که الحال ما و شما رو پرو میشویم چه عملی زیشتی هست، من از پروردگارم گفت میترسم. صاحب کتاب امام غزالی که در مکاشفت القلوب میگوید همچنان وجود این زن میلرزید که گویا که رگ از رگ میکنده باشد. این مرد میگوید به خلاصه آمد که این زنی که مال ندارد، خانه ندارد، شرایط ندارد، بازم این گو از خدا میترسد، پس من احق‌تر هستم که از پروردگار من ترسم که صاحب مالم هستم، خانه هم هستم. و این مرد میگوید گفت منم گفت از پروردگارم میترسم و برای این زن میگوید چیکار کرد؟ مال نصیب گردانی. ببین به خاطری که باز همون آیت طلاق و یرزق من حیث لا یحتسب و ما یتقی الله یجعل له مخرجا. جنازه بعد جمعه. بعد آنی که این زن میگد وجودش یک ترس فرا گرفت که به زنا نزدیک نشود، این مرد میگوید ترس این زن که دید، لرزه این زن که دید، اینم پروردگار هدایتش کرد و از خدا ترسید و به این زنا قدم نزد و بازم این
این زن سائل، این زن بیچاره و فقیر باز یاردم کرد. برادرای عزیز، جوانایی که امروز در پیش من چند مکتوبه های وجود دارد که جوانایی که امروز هم نماز میخوانین و هم زنا میکنین، از خدا بترسید. باور کنین ظاهرای حدیث، در حدیث هایی که میخوانیم که حتی که شخصی که زنا میکند اون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن خرج منه الایمان، ایمانش در وجودش نیست دیگر. در حالتی که تو بالای زنا هستی یا زمانی که تو را در ماشین خود سوار کردگی، الک یقین دان که در همون حالت ایمان در وجود تو نیست. میگوید که ذلتی در مشکات هم میاد این حدیث، بالای سرش میگد همون ایمانش مثل سایه میستد. فاذا رجع من ذلك العمل رجع الیه. اگر همین جوان بعد شنیدن این قصه ها و این خدا ترسی ها اگر اصلاح شود و به سوی پروردگارش از زیناهای میکردگیش یا در حالت زیناش از پروردگارش ترسد و رجوع به سوی خداوند کند، ایمان در وجود او داخل می شود. و الا اگر نیتش همین باشد که زنا را تا وقتی که از پا نزنم بس نمیکنم و در برابرش نماز خواند، نمازش هم در نزد خدا قبول نیست. این نماز هم در نزد خدا قدر و قیمت ندارد. خداوند در قرآن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقربوا الزنا انه فاحشة و ساء سبیلا. پروردگار میگوید ای بندگان من به زنا نزدیک نشوید، زیرا زنا بسیار کاری بد است و چی یک بد راهی هست. ما و شما را پروردگار میگوید نزدیک بر زنا نشوید. اسلام آن عملهایی که انسان به زنا آورده میرساند حتی همونها را مسدود میکند، مثل نظر کردن. شاعر عرب میگوید کل الحوادث مبدأها من النظر، کل حوادث مبدأها من النظر و معظم النار من مستصغر الشرر. شاعر عرب میگوید که این یوسف قرضاوی هم در باب زنا کتاب حلال حرامش یادش میکند، میگوید همه حادثه هایی که جوانها در زنا مبتلا میشوند اولش از نظر کردن سر میشود. اولش از نظری که ما و شما به سوی آن زنهایی که بیگانه هستن برای ما نظر میکنیم، اولی میگد شروع زنا از همین است. و حضرت یک تشبیه آوردن که و معظم النار من مستصغر شرر. ببینید میگن همین آتشی که خیلی کلان میشود اول پیدایشش میگوید از یک ذره‌چه آتش است. ببین ما و شما همون گوگرچویی که در میدهیم اولش اگر نظر کنیم یک خورده کک است، لیکن وقتی آتش میزنیم میدانها را همه را آتش میگیرد. اولش از چی بود؟ از آتش خرد بود. همین زنای کلانی که خیلی گناهی وزنین است اولش از چی سر می شود؟ از نظر کردن است. خدا رحمت کند دیگر شاعر عرب هم می گفت است نظرتون فابتسامتون فسلامون و کلامون فموعد فلقا. میگوید اول شروع از زنا از نظر سر می شود. فابتسامتون بعد نظر که کردی میگد دویومش میگد پیدا میشه، این تبسم است. وقتی نظر کردی به سوی همون زنی که برای تو حرام است با او صحبت کردن، با او سلام کردن، با او نظر کردن، وقتی تو نظر که کردی بر او، شیطان چیکار میکنه؟ در وجود تو وسواس بیدار کردن میگیرد. نظر که کردی میگد دویوم فابتسامتون، حالا که تبسم پیدا میشود، یک دیگر که تبسم میکنین. فسلامون سو میگد علاکه با دست به دست سلام میکنین. فکلامون علاکه شما گپ زدن علاکه شروع میکنین، با یکدیگر صحبت کردن میگین. فموعیدون پنجم شاعر میگد علاکه شما جای وعده را، جای خلوتی را برای خودتان اعلان میکنین. فلقا ششمش علاکه شما از زنا مبتلا میشوید. رسول اکرم حضرت علی را گفتن لا تتبع نظرت نظرت،
فإن لك الاولی و لیست لك الاخر. علی گفته یک بار نظری که تو به زن نامحرم میکنی وای برای تو گناه نیست، لیکن دویم نظری که تو الکی میکنی این چی هست؟ این به ضرر تو حل میشود. برادرای عزیز، امروز اگر چنده که بعضی تاجیکان ما و شما لباس ملی خودشان هم پرتافته باشند، بعضی تاجیکان ما و شما هم امروز اگر شناخته نشود که این تاجیک است یا غیر تاجیک، امروز همون لباس هایی که ما و شما داشتیم اون لباس ها را پرتافتند، گویم آب و روی تاجیک ما و شما را ریزانیدن، شما با این گونه زنها نظر نکنید که از نظر کردن علیه شروع می شود. اما زنا هم از همین لباس های نادرسته که امروز زنها و خواهرای ما و شما می پوشند انا همین است. وای برای چی اینقدر لباس تنگ را می پوشد که تمام وجودش در بیرون نمایان است، تمام وجودش. وای برای مست کردن جوان هاست، وای برای شما را بیدار کردن است. اگر باور کنین عادی کرده گویم همین خیل زن برابر دیدن، اگر مرده نباشی شهوتت کشاده می شود. می بینی زنه همه نمایان است، انسان در حال شهوت کشاده می شود، زیرا شیطان هم وسواس میکند شما را. وقتی شما در دست که به این میزنید که مثل شیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف الله رب العالمین. حضرت خداوند یاد میکند که مثال شیطان که برای شما میگوید کافر شو، زنا کن، عرق نوش، هر کاری که امر پروردگار در اون نیست انجام ده. وقتی انجام میدهی شیطان چی میگوید؟ این بریء منک، من از تو بیزار هستم، این اخاف الله رب العالمین، من از پروردگار میترسم. این از سرچشمه هر یک زنایی که در جوانای ما و شما پیدا میشد. خیلی با احتیاط باشید. امروز خدا نگه دارد این رئیس جمهور ما و شما را، تا دیروز ما در کدام دولتی می رفتیم اگر می گفتی تاجیکستان، باور که همین کشورهای روسیه در خدمت کردیم، تاجیکستان می گفتی وای نمی شناخت، وای می گفت تشکند می شناخت، تاجیکستان نه. لیکن امروز تاجیک ما را روی دنیا می شناسد. در تمام جا این مرد عاقل، این سرور دولت ما و شما را معرفی کردگی است که تاجیکی است. وقتی اونا می آیند این تاجیک را می بینند حیرت میمانند که این تاجیک است یا از ملت خود ماست که لباس او را از لباس ما فرق کننده باشد. ما لباس داریم به خود ما. در اینا دادرای عزیز، برادرای عزیز، باید ما و شما سعی کوشش داشته باشیم. یک مجلس دولتی در خوجند گذشت، وقتی ما در خوجند بودم نماینده های کلان دولت در اونجا اشتراک داشتن. برای چی رفتن؟ برای که زنهای تاجیک خودشان در دولت‌های عرب برده تن فروشی میکنند. اونها را این حکومت غمخواری کرده است، قریب 500 نفر او را به تاجیکستان آوردند. باز بهر ما پیشواها سفارش دادند که در باب این مسئله بسیار صحبت کنید. شرمنده کردن مردم تاجیکا. حکومتدارای ما و شما، پیشواهای حکومت امروز غمخوار این ملت هستند. ما خودمون بعد چرا؟ ما هم که ملت تاجیکیم، چرا غم این ملت نخوریم؟ یکم نشانه مؤمن چی بوده است؟ این بوده است که از پروردگارش ترسد. از پروردگارش ترسید. این یکم نشانه هست که تو مؤمنی. اولئک هم المؤمنون حقا. الله در آخر این 5 صفتی که بیان میکند، الحال من یک صفت برای شما بیان کردم، این 5 صفتی که الله بیان میکند که مؤمن ها کیا هستند، آخر دا میگوید اولئک هم المؤمنون حقا. کسی همین 5 خصلت داشته باشد، 5 صفت داشته باشد، مؤمن های حقانی هستند. برای همین ما و شما کاری کنیم که از این 5 صفت برخوردار باشیم. ان شاء الله من شاید جمعه دیگر با پررگی این 5 صفت برای شما معین میکنم و بعدا اون موضوعایی که داشتیم ان شاء الله برای شما صحبت میکنم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اینجا ان شاء الله برادرایی که خیر احسان کردن من برای شما میخوانم، در حقشان دعا میکنیم.
در حق زن اکای سرخان که از این محله پهلوی ما هست که از دنیا گذشتن و 40 سامانی برای همین مسجد تقدیم کردن و دختر از دنیا نورلمینوف از اینجا از نزدیکی هم گذشتگی بوده است. 30 سامانی آوردن که جنازه‌شان در همین مسجد خوانده بودیم. در حق پسر دعا کنید که 9 قالین آورده است. اینجا یک مادر دیگر ساجده ما میگویند یک فرزندشون از دنیا گذشته است. خیلی گویم باور کنین، میگه خسته شده است، خیلی غمی کلان فراش گرفته است از حساب فرزند گذشتن و دیروز 9 قالین برای همین مسجد آوردن که بالاش شما نماز خوانین. خوش به حال این مادر. و برای این مادر من اینقدر گفتنی هستم که در این عالم دلی بیغم نباشد، در این عالم دلی بیغم نباشد اگر باشد دلی آدم نباشد. این دنیا در دلی بیغم نیست، این دنیا در همه غمدار است. این دنیا البته به البته یک روز شادی داشته باشد 10 روز دیگرش غم و اندوه است. از این خاطر مادر عزیز باید غمدار نباشی، باید شکرانه به سوی پروردگار کنی. الله در قرآن برای این مادر و دیگر مادرهایی که فرزنداشون از دنیا میگذرد سپارش میدهد: یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. اگر مصیبت وزنینت آمد، اگر بچه دوستدارت یا بچه قاری قرآنت یا دختری با سترت از دنیا هم که گذشت، از سوی پروردگارت مدد طلب کن، فقط به نماز و به صبر، فقط به نماز. از سوی پروردگارت نماز خوان و از پروردگار طلب مدد کن که خدایا در این مصیبت وزنین مرا یاری رسان باش. از این خاطر هر یک مادر باید که با نماز در این مصیبت ها باید چیکار کند؟ صبر کننده باشد. در حق استا غیرت خدا رحمتشون کند، از طرف خیرمن هستن، اینم 10 سامانی آوردن که در حق اونم دعا کنید، در حق پدرشون دعا کنید. و اینجا اکای نورالله هم از همین محله ما هست، 50 سامانی فرزنداش روان کردن که در حقش دعا کنید. اونم یکی از شخصانی بود که در همین قوم ما نماز میخواندن. و ما با یک داملای خیلی کلان تفسیر آسان بیان ابو علام الدین که نامی اساسیشان فیض الله بود یا فیض الدین بودن، نام اساسیشان ابو علام الدین، این تخلصشان بوده، صاحب تفسیر آسان بیان. اون کس قدیما در همون قیراقوم بیچاره ما را مهمانداری کرد و 6 کرابکه کتاب روان کرده است، تفسیر آسان بیان، که در همون مردم تقسیم کنید. تا حال همون کتاب ها در دوشنبه هست، الحال من پرسیدم نرسیدن. انشاءالله که همون کتاب ها که آمد همون بیرون در تقسیم شان میکنن، شاید یکان 100 دانه یا 200 دانه کتاب باشه. و یکی از همون کتاب ها را پولش میدادگی هم مردم همین کلاب ما و شما بوده است. گفتن در حق همون هم ما و شما دعا کنیم. اللهم صل و سلم و بارک علیه. پروردگارا این بنده هایی رو که الحال نامش خوانده شد، خیر احسان هایی که انجام دادن، خدای مهربان این خیر احسان ها را به درگاهت مقبول بگردانی و هر مراد و مطلوب هایی که دارن خدای مهربان با فضل و کرم خودت مرادهاشون حاصل بگردانی. آمین یا رب العالمین.